فریب پیامک ها را نخوریم. اینقدر کوچک نباشیم. دیروز یک کسی برای ما پیام کرد، گفت نصرت عزیز سلام علیکم، بلاکش کرد از دیگه طبقه. من به خواهرای احترام دارم، خودشان میفهمه. من فهمیدم که در کلمه عزیز چیز گپ هست. تو زود فریب عزیزها را نخورین. خیلی آینده نگر باشین. در یک کلمه عزیز مسیر زندگیتون رو تعیین نکنین. خیلی بزرگ باشین. جوان باید این قسم باشه. ما خیلی خوشحال هستیم که اگر یک کسی از ما، یک پسر از ما سوال کنه با زودترین فرصت جواب نه تو نیست. باز اگر کدام کس جنس مخالف باشه خیلی با حوصله امروش گپ میزنه. خیلی زود تحویلش میگیره. او باید تحویل گرفته شود. این چرا که از فکر ضعیف ما هست، از دانش و انگیزه ضعیف ما هست. ضعیف هستیم، نمیفهمیم که دایی هم یک مکری وجود داشته، چی پسر باشه چی دختر باشه، از هر دو طرف یک مکر به کار میبرن. والله قسم یک زمان پرسان میکردن ازدواجشان 10 سال سپری شده، بعد از حکم طلاق پرسان میکنن. امروز اکثریت زنگ ها که میگه در وقت نامزادی اگر طلاق بکنن چی قسم میشه؟ در وقت نامزادی یک کسی از یکی از ولایات آمده، نامش نمیگیرم که نشنوه، از یکی از ولایات آمده بود، دیج آمده بود، آدرس میپالد، جستجوی خود ما بود. گفتم خیرت باشه. گفت من با یک کسی تماس تلفنی برقرار کرده بودم، پیامک بازی بود مدت 3 ماه. بعد از 3 ماه قرار ملاقات شد. خودش اینجا آمده بود، همین چند روز پیش قرار ملاقات شد. یک جای ملاقات کردم که ایره دیدم دلم پایین افتاد. اوه من 3 ماه وقت خود رو با این ضایع کردم. گفت هیچ خوشم نمیاد. تو فریب میخورم. گفت حالا نه درس دلم میشه، نه دکانداری دلم میشه، نه متوجه آینده خود هستم و نه لذت عبادت رو میبینم. و کسی که به این چیزا مبتلا باشه از عبادت خودم لذت نمیبره. این مرض چشم چرانی از دانش ضعیف است، از فهم ضعیف از اسلام است. اونو قدر فهم در ما ایجاد نشده که خشم خدا در قلب ما پایین شه. یکی از مفاسد اخلاقی خیلی خطرناک که مستقیم به ایمان صدمه وارد میکنه چشم چرانی است. جسم خود را توسط چشم چرانی ضعیف کردیم. قدرت جوانی و انرژی جوانی خود را صرف از این چیزها کردیم. سست شدیم، تنبل شدیم، کسل شدیم. و کسی که چشم چرانی داشته باشه برای نماز صبح بلند شدن نمیتونه دلتون جمع باشه. این چشم چرانی چی است؟ چشم چرانی جماعت صبح ازت میگیره، تهجدت ازت میگیره، لذت عبادت ازت میگیره، لذت شنیدن قرآن ازت میگیره. گناه از نگاه آغاز میشه. این سهم من سهام شیطان هست، تیر از تیر شیطان هست که اولین دفعه به قلب جوان اصابت میکنه از طرف چشم هست. تو که با چشم میبینی از دور خیلی برات زیبا جلوه میده، چقدر زیبا هست. با او که ازدواج کنی یک زیباتر دیگه پیدا میشه، چقدر زیبا هست. با او که ازدواج کنی یک زیباتر دیگه پیدا میشه، چقدر زیبا هست. همه ایشان زیبا هست اگر تو دیدی زیبا داشته باشی، ولی فهمت باید به اندازه‌ای باشه که خشم خدا در دل خود لااقل باشه. اسلام ازدواج را پیشنهاد میکنه. ما در مورد ازدواج بارها صحبت کردیم، از این ناحیه سخت رنج میبره. ازدواج را خیلی قیمت کردیم و زنا خیلی ارزان شد. ای کاش همه ازدواج آنقدر ارزان کنیم که زنا قیمت شود. اسلام میگه شما ازدواج را آسان کنید. ازدواج کردن امروز جهنم رفتن دنیایی است برای یک جوان، هر دو طرف، هم دختر هم پسر. جوانی گپا خیلی خوش می، یک روز باز مطلق در مورد جوان گپ میزنیم، شما تشویش نکنید ان شاء الله. همه ما شما با هم هستیم. در یک جنگ عمر رضی الله عنه، در زمان خلافت عمر رضی الله عنه رخ میده. اینها به خاطر شکست مسلمان ها در صف اول جنگ 70 زن رقاصه را نیمه عریان تعیین کرده که اگر توسط از این مجاهدین شکست خورد. نیمه عریان که در یک جامعه باشه باز جوان ها رشد نمیکنه و پیشرفت نمیکنه، اونها مصروف میشن، دیده های جنسی شروع میشه. فرمانده جنگ که حالت را میبینه که در صف مقابل 70 رقاصه نیمه عریان، جوان، زیبا، به اصطلاح ایرانیا خوشگل، قشنگ، زیبا وجود داره، مبادا شکست بخوریم. بلند شد در بین مجاهدین صدا میکنه، میگه چشمی که چهره رسول الله را در چشمایتان پایین پرتن. این چشمهایی که زیارت رسول الله را کده نبینه. یک قسم میرز میدن که نه عریان کار داد و نه رقاصه کار داد، پیروز شدن مسلمان ها. و جوانای ضعیف نبود.
ابن ملجم حضرت علی رضی الله عنه که به شهادت میرسوند، یک زن برش گفت ما به شرط با امروی تو ازدواج میکنیم که فرد را از بین ببره، شهیدش کنه، به قتلش برسونه. این زن قطام نام داشت و زیر بار شهوت قرار میگیره. بالاخره به خاطر یک ازدواج و یک شهوترانی خاص خودش یک شخص قوی از اسلام را به نام علی رضی الله عنه به شهادت رساند.